میخوایم با حقیقت ها رو بگیم. 3 ماه و 4 روز میشه که تیم رهبری جدید، من شخصا وزارت امور داخله، تریلیون ها دلار مصرف شده. یک اینستیتوت یا اداره نداریم که تهداب دائمی داشته باشه. بسیار اقتدار کم اکادمی داریم، فساد به اوجش در بالا، ظرفیت پایین، وابسته به بزرگان و سیاسیون. هر کدامشان شور میتی 100 نفر زنگ میزنه برای چیزی که حقیقت از برای شما میگم. جرایم در تمام جهان وجود داره، ولی شیوه و برخورد پلیس فرق میکنه. بدبختانه پلیس ما بالای مجرمین ترحم میکنه، چون که اگر ترحم نکرد باز توسط زورگویا، توسط کسانی که روابط سیاسی دارن تبدیل میشن. بوده مجرمین هم که گرفتار میشن توسط پلیس، قدمه بعدیش که بعد چارنواله محترم تسلیم میشن، حال تمام بیایونا نفوذ وجود داری، سیاسیون مداخله کی دریم رازی تیریکوی نه بیا رخصتی بانم رازی چه ولی دوسیه ناتکمیل ده یا جرم به اثبات میشه. وقتی که ما در رهبری وزارت امور داخله تعیین شدیم، کلانترین چالشی که روبروی ما بود بخش تروریسم و جنگ علیه طالبان بود، داعش و طالب و دیگر. کلانترین تشویش مایی بود که چطور جلوگیری بکنیم از سقوط یک ولایت مثل که کندوز و غزنی و دیگر شهرهای ما بود. فوکس ما بیشتر سر جنگ و مبارزه علیه تروریسم بود. تغییرات آوردیم در رهبری، تغییرات آوردیم در شیوه جنگ، تغییرات آوردیم در تکتیک های خود. فضل خداست، گوش ما آرام است. متأکد هستم رهبری جدیدی که تعیین شده، عملیات هایی که صورت میگیره، دشمن خواب و خیال سقوط ولایت نداره. هفته 500 نفرشان ما کشته می‌کنیم. در میاشت 2000 نفر میزدیم. باور میکنید؟ 24 ساعت، 18 ساعت، 19 ساعت کار میکنم، دوامدار عملیات علیه تروریسم، ضربات هوایی، عملیات شبنگام صورت میگیره. تشویش از اون نداریم که طالب و داعش بگه که ما ولایت گرفتیم. بیا اصطلاح قبلی هم استفاده کنیم، در گاز دامیدن بیا که معلوم کنیم که ما زور میشیم یا اونا. این تشویش خیال 42000 اکانت فیسبوک جور کرده ذبیح‌الله مجاهد، 35000 توییتر جور کرده، دوامدار دروغ و لاف زده رئیس که ما اینطور میکنیم. تلفن ما ببینیم هر کسی که بر من میگه ما قماندانایم که میگن که ما عملیات کردیم و دست از بین بردیم، میگم تصویرش رو روان بکنیم. اونا رو مجبور ساختیم دیگه هم پیش برن. اجسادشان در میدان محاربه افتیدن، دیگه از اون تشویش نداریم. چرا قطاعات خاص موفق است؟ رهبری خوب داشت و خوب دارد. مداخلات سیاسی کم است. تعلیمات بی نهایت زیاد، بی نهایت ثقیل. یعنی کوی که در شمال کابل است، شمال میدان هوایی، تایم داده میشه 25 کیلو وزن در پشتشان با مو وقت رساندن، پس آمد کامیاب است، نتونستن ناکام است. و در پهلوی از هم باسواد باشه، انگیزه امو شورش در دلش وجود داره یا نداره که با صداقت و شوق و علاقه به وظیفه خود داره. اقتتالی بسیار خرد است در افغانستان، بسیار کم. پهلوی از که میبینیم ماش و امتیازشان کدام تفاوت نداره. انتحاری در بلند منزل خودم انفجار میتن، مردم هم میخواه بکشن، ولی می سرباز خطاب خاص میره بالا، همشهریای خود نجات میتن و قربانی هم میتن. عزیز آقا 3 روز پیش شهید شد. هفته قبلیش در هتل کانتیننتال در شانوز سر سیلش مدال بسته کرد. یک مامه عروسی که بود، یک فرزند پدر مادر بود. 2 روز پیش جنازه‌اش بردیم در پنجشیر. شما فکر کنید راجع به شخصیت امیتا چرا همی آدم علاقمند بود که برد بالا. در منزل سوم علی انتحار 2 نفر از بین برده شد، مرمی سوم داده شد. 13000 افغانی معاش داره بود، سرباز سرسرک هم داره. پس برمیگرده به صحبت‌های ما به انگیزه، به رهبریت. ولی بدبختانه سیاسیون، بزرگان، زورمندان نفوذ کردن در بین‌المللی که اینمی بچه فلانی باید تعیین شود. پلیس نیاز به تغییر ذهنیت داره، تغییر انگیزه، تغییر مفکوره، تغییر رهبری از سطوح مختلف باید برن.
کاملا باید غیر سیاسی شود تا بتونه قانون بالای همگی یکسان تطبیق شود. افغانستان تغییر کرده دوستان. خیالات سالهای قبلی و دههای قبلی فراموش شد. ملت ما تبینی از دست جرایم، از دست روابط نامشروع سیاسی و تروریسم. سوال ما از فریاد ما این است: چی نوع کشور میخوایم داشته باشیم؟ چی نوع نظام میخوایم داشته باشیم؟ چی نوع نظم داخل شهر؟ اگر از خیرخانه تا از آن قیمت میخواین سفر بکنین خانه دوستای خود، چی میخواین در مسیر را باشد؟ در چی ممانعت ها باشد، چی نباشد؟ از پلیس خود چی توقع دارید؟ اگر فکر شما، نظریات شما همانند فکر من است، پس بیاین بخیزین، شورش کنین، صدای خود بلند بکنین. مشکلات ما بر شما قبلا گفتیم که در کجاست. ما دست پنجه نرم میکنیم، تغییر خواهد آمد، تغییر میاریم آهسته آهسته. ولی نمیشه، ای کاش میشد که 4000 5000 پلیسی در کابل داریم، فقط باید داریم چون 4 5000 پلیس نو بیاریم جای به جای اینستال بکنیم که بتونه تغییر بیاره. ولی مشکل است. آهسته آهسته اینا رو باید فلتر کنیم تا بتونیم تغییری واقعی بیاره در نظام. تسلیم مجرمین نشوین، تسلیم قانونشکنان نشوین. به یک صدا با پلیس خود همکار شویم تا قانون بالای همه یکسان تطبیق شود. واننده خود به دست خود بسازیم.